دوستان عزیز باری دیگر سلام میگم به همه آنهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند و از یک یکی شما عذر میپرسیم برای پیش آمدن مشکلات فنی، ولی باوری دارم که شما حالا همراه ما هستید و تا چند دقیقه دیگر همین گونه با ما خواهید بود. حالا در پراگ ساعت 7:03 است، در دوشنبه ساعت 2:03 و طوری میبینید در پراگ هوای ما سرد و بارانی است و حالا درجه هوا هم تا 15 درجه سردی پایین فرامده است و طوری همکاران ما در دوشنبه هم میگویند هوای اونجا نیز خوب نیست و پایتخت کشور را بادی به اصلاح غبار آلود افغانی فرا گرفته است. معمولا در این روزها کمیته حالتهای فوق‌العاده و پزشکان توصیه میدهند که افراد گرفتار بیماری‌های راهی نفس باید از احتیاط کار بگیرند و طوری هواشناسان هم گفتند حرارت هوا در تاجیکستان هم 1 درجه پایین تر آمده است. اما در همین حال طوفان نیرومند با نام فلورنس به ساحل امریکا رسیده کمش 80,000 نفر را از استفاده نیروی برق محروم کرده است. در ایالت کارولینا کوچه های شهرهای ساحلی را آب زیر کرده است. طبق پیش بینی هواشناسان طوفان 14 سپتامبر شدیدتر شده تا مرز ایالت های کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی آمریکا می رسد. موجهای بزرگی قانوس تا 3.4 متر رسیده به طرف شهرها حرکت خواهند کرد. نیروی باد فعلا به 155 کیلومتر در ساعت برابر بوده است. ابتدای هفته سرعت باد به 225 کیلومتر می رسید. خلاص نیروی طوفان در آغاز به درجه 4 برابر بوده، حالا تا به درجه 2 پایین شده است. در هر صورت اکثر ساکنان شهرهای ساحلی منطقه کارولینا به مناطق امن انتقال داده شدند و شرکت‌های هوایی تخمینا 1500 پرواز را لغو نمودند و ما امیدواریم که بیننده عزیز شما در هر گوشه دنیا که باشید امن باشید و این آفت‌های طبیعی به شما هیچ تاثیری نرساند. و من تقدیم خبرها را ادامه می‌دهم. یک خوش خبر داریم از ولایت مختار بدخشان. صبح امروز در شهر خاروغ دانشگاه آسیای مرکزی افتتاح شد. در این مراسم ملی رحمان پرزیدنت تاجیکستان شرکت داشت. بنای دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروغ در اساس شرطنامه بین‌المللی بین جمهوری تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و بنیاد آقاخان ساخته شده. از بناهای تعلیمی 2 آشیانه و 3 آشیانه عبارت است. طبق نقشه کل بنای دانشگاه در مجموع در مساحت زیاده از 80 هکتار در 3 قسمت بنیاد کرده می شود. زمان قسمت یکم در مساحت نزدیک 15 هکتار بنیاد شده است. دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروغ اساساً دارای 2 اختصاص زیست محیطی و اقتصادی بوده. به دانشجویان استادان از دولت‌های پیشرفته جهان با استفاده از راه واسطه‌های معاصر تعلیمی درس میگن. عین زمان شماره دانشجویان در دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروغ 150 نفر را تشکیل می‌دهد. آنها نمایندگان 7 کشور از جمله تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، افغانستان و پاکستان میباشند و باید گفت که دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروغ دومی فیلیال یا کمپوس این مؤسسه تعلیمی در آسیای مرکزی است. پیش از این در شهر نورین قرقیزستان چنین دانشگاه بنیاد شده. سال 2021 در شهر تکیلی قزاقستان ساخته می شود. و طوری گفتیم در مراسم آن ملی رحمان شرکت داشت و ضمناً سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه دارد. حالا نگاه می‌اندازیم به شمالی تاجیکستان. خیرلو میرسعیدوف خبرنگار شناخته و رهبری کوین تاجیکستان از دادگاه خواسته است که پرونده‌اش را از نو بررسی کرده او را پورا سفید نمایند. درخواست او روز 13 سپتامبر بر ریاست دادگاه ولایت سوخت سپرده شده است. بختیار نصرالله‌یف وکیل مدافع خیرلو در صحبت با رادیو آزادی گفت که در زمینه نظارتی دادگاه تلاش خواهند کرد دادگاه میرسعیدوف را بیگناه اعلام کند و سفید نماید. میرسعیدوف بعد آزاد شدن از بازداشت 8 ماهه در مصاحبه خودش با رادیو آزادی گفته بود که برای اثبات بیگناهیش تا آخر می رود. اون میگوید هرچند در تجربه دادگاهی تاجیکستان موردهای بیگناه و سفید کردن عیبدار شونده در زینه‌های بالایی دادگاهی نادر است، از راهش پس نخواهد گشت. خیرلو میرسعیدوف ماه دکبر سال گذشته بازداشت و ماه ایولی همین سال با جرم از آن خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولت، ساخته‌کاری حجت‌ها و پخش معلومات بر دروغ به 12 سال زندان محکوم شد. بازداشت او بعد آن صورت گرفت که خبرنگاری تاجیک در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان سوخت را به طلب پوره متهم کرد. در پای طلب جامعه شهروندی و سازمان کشورهای بین‌المللی دادگاه ولایت سوخت روز 20 آگوست میرسعیدوف را از زندان آزاد نمود، اما داغ سودی را از نام او نبرداشت. دادگاه خیرلو میرسعیدوف را به پرداخت 80,000 سومانی جریمه و کارهای اصلاحی موظف نمود. او حالا در نزد پدر و مادرش و به معالجه خود مشغول است و میگوید به زودی به ژورنالیستیک برمیگردد و نسبت به مشکل و حوادث کشور بی‌طرف نخواهد بود. هفته گذشته شروع وسایل اخباری عامه یک
سازمان مستقل ژورنالیستی در تاجیکستان به میرسعیدov جایزه همراهی ژورنالیستان را سپرد و خبرنگار تاجیک هم هنگام گرفتن این جایزه گفت که حادثه‌ای که به سرم آمد بگذار آخرین باشد. اکنون می رویم به ولایت ختلون. پدر خانواده در نویه همدانی این ولایت که 3 ماه پیش 2 فرزندش را دفن کرده بود روز 9 سپتامبر درگذشت. طبیبان در خلاصه های اولیه خود سبب فوت پدر 6 فرزند را زهرآلودشوی گفتند. مقامات بعد تحقیق حادثه و تشخیص معین کردند که قربانعلی نورعلیف 38 ساله از استعمال یک نوع زهری که بیشتر در پختزار استفاده می شود فوتیده است. ماه ایول در همین خانه ماهینوی 6 و بسگل 3 ساله هم جان دادند. در آغاز تخمین زده شد که مولوده عادل و 36 ساله یعنی مادر کودکان میخواست قصد جان خود و فرزندانش کند و با همین سبب گویا به غذا و آب زهر میانداخت. اما مقامات میگن چون این خلاصه کردن بر وقت است و بعد مرگ پدر آنها قربانعلی نورعلیف داستانی نویه همدانی تفتیش این پرونده را از سر گرفته است. یک منبع در دادستانی گفت که همه پهلوی این قضیه را سنجیده بدن خبر میدن که در این حادثه کی گناهکار است و چرا به این کار دست زده است. در حالی که تفتیشات هنوز نمیخواهد خلاصه های آسیا مسرانه برآورد، نزدیکان قربانعلی نورعلیف از زمانی درگذشت 2 طفل این خاندان در ماه ایون انگشت اتهام را به همسر این مرد بلند کردند. آنها باور دارند که مولوده عادل و همسر قربانعلی نورعلیف خانواده را کم کم زهرآلود میکرد و گویا در بازپرسی‌های اولیه به گناهش هم اقرار کرده است. اما خود مولوده عادل و که از جانب خویشاوندان شوهرش به این گناه عیبدار می شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که خبری درگذشت شوهرش را 2 روز بعد مرگش شنید و او میگوید که خود را گناهکار نمی‌یابد و هرچند گناه را به گردن او بر میکنند او این کار را نکرده است و او گفت که نمیتوانست قصد جان فرزندانش کند. و رسانه‌های اوکراینی درباره بازداشت یک شهروند تاجیکستان از سوی مرزبانان در اوکراین خبر میدهند. به نوشته خبرگزاری‌ها مرزبانان این شهروند را که برای عضو گروه داعش بودند در جستجوی اینترپل قرار داشت در فرودگاه بریسپل شهر کیف دستگیر کردند. مقامات مرزبانی گفته است بازداشت شده سال 2016 به سوریه رفته در آنجا به گروه تروریستی داعش شامل شده است. او در پایگاه‌های نظامی و تروریستی گروهی به نام دولت اسلامی تمرین گرفته یک از جاسوسان فعال این گروه افراطگرا بوده است. از این خاطر مقامات تاجیکستان او را با اتهام عمل‌های تروریستی به اینترپل داده است. حالا مسئله استرداد او به دوشنبه مطرح می شود و مرزبانان بازداشت شده را به مقامات انتظامی اوکراین سپردند. نگاه میاندازیم به ازبکستان. در ازبکستان 4 دانشجوی اکادمی بین‌المللی اسلامی تاشکند را برای پوشیدن حجاب اخراج کردند. به 60 دانشجوی دیگر که نمیخواهند به حجاب به درس حاضر شوند اخراج شوی تهدید میکند. بنا به خبرها شهرت یوکوچف که 28 آگوست سال روان رهبر اکادمی بین‌المللی اسلامی تعیین شد از مخالفان لباس‌های اسلامی دانش آموزان است. چند پیش یک گروه از دانشجویان اکادمی بین‌المللی اسلامی تاشکند به ارسال نامه به بخش ازبکی رادیو آزادی شکایت کردند که رهبریت مؤسسه تعلیمی حقوق دانشجویان مسلمان را پایمال میکند. ازبکستان بعد از ترکش‌های سال 1999 در تاشکند پوشیدن حجاب و داشتن ریش را در مکان‌های جمعیتی رسما منع کرده است. و یک خبر ورزشی هم داریم. اگنتی بین‌المللی مبارزه با دوپینگ مجازات گشتگیر روس انزور بولتوکایف را برای 2 سال دیگر تمدید کرد. در عین زمان این ورزشگر میتواند در بازی‌های المپیک سال 2020 اشتراک کند. روز 13 سپتامبر دادگاه حکمی ورزش حکم برآورد که مجازات 10 ماهه بولتوکایف کافی نیست. او سال گذشته هنگام شرکت در قهرمانی اروپا جزا گرفته بود. بولتوکایف سال 2016 هم قهرمان اروپا شد. سال 2017 هم باشد در چمپیونات اروپا جای دوم را اشغال نمود. ولی طبیبان در خون او نشانه های دوپینگ رو پیدا کرده بولتوکایف رو از جایزه محروم نمودند. خب بیننده عزیز، چند خبری بود که من خواستم به شما در این صبح بر وقت در این هوای بارانی و سرد برسانم و امیدوارم و طوری که در بالا هم گفتم شما هر کجای باشید باد هوای کشور و باد هوای خاندان شما گرم باشد و شما بتوانید این روز رو به خوبی و با موفقیت پشت سر کنید.
با سپاس به هر یکی شما برای اخلاصی که به ما دارید، برای اون پیام هایی که برای ما میفرستید، برای اون سلام هایی که برای ما میفرستید و هر سوالی که برای ما میدهید. ما کوشش میکنیم که در جریان روز و در جریان روزهای دیگر نیز به این پرسش های شما پاسخ بدیم و هر عکس و نواری که شما برای ما میفرستید و اگر شما مؤلف این عکس و نوارها باشید و این مواد شما در دیگر رسانه ها چاپ نشده باشد، ما تلاش میکنیم که در سامانه رادیو آزادی که در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی آن را نشر کنیم و تشکر میگویم که شما با ما همکاری میکنید و من همه شما را بعد از 3 ساعت دیگر بازم در پخش مستقیم انتظار میشوم.